چرا آیفون 14 و 15 دیگه تو ایران رجیستر نمیشه؟ دلیل اولش اینه که کلی از شرکت‌های ایرانی که قبلا گوشی وارد میکردن حالا رفتن به سمت تولید گوشی‌های ایرانی که البته این گوشی‌ها توی چین قطعاتشون اسمبل میشه و با برچسب گوشی‌های ایرانی وارد کشور ما میشه و از قرار معلوم از این به بعد قرار ما از این گوشی‌ها استفاده کنیم. دلیل دومش اینه که دولت موافق این کالایی که ارز بر هستشو نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه مردم این کالا رو خریداری کنن ارز زیادی از کشور خارج میشه. فقط من نمیدونم مگه سامسونگ و شیائومی هم با خرید کردن اینا ارز از کشور خارج نمیشه؟ دلیل سوم اینه که خب آمریکا ما رو تحریم کرده، ما چرا تحریمش نکنیم؟ خیلی از کالاهای ایرانی حالا مثل فرش، پسته، خیلی از اقلام دیگه نمیتونن وارد کشور آمریکا بشن. خب به طب آیفون هم نمیتونه وارد ایران بشه. دلیل چهارم، مثل اینکه واردات آیفون 13 برای خیلی از شرکتایی که تو ایران هستن و این کالا رو از دبی و کشورهای دیگه میخرن و میارن تو ایران، سود خیلی زیادی داره. مخصوصا که الان این کالا ریپکش هم پر شده تو بازار ما و به قیمت همون آیفون پک اصلی دارن به مردم میفروشن. 5 که خود من خیلی موافق این نیستم. یکی از دلایلش میتونه بودن اون چیپ ماهواره‌ای داخل آیفون سری 14